راننده ماشینی که در ناحیه خراسان ولایت ختلان کارمند بازرسی دولتی اتومبیلی را پخش کرده از جای حادثه فرار کرده بود بازداشت شده است و حالا در شعبه ملیت این ناحیه قرار دارد. به ضد او پرونده جنایتی گشودند. در این باره سید مومن حسن‌زاده سردار شعبه تشویقات و ترغیبات ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی روز 2 اکتبر سال 2023 به خبرگزاری از پلیوس خبر داد. بنا به اطلاع سخنگوی بازرسی دولتی اتومبیلی، این راننده پیش از پخش کارمند بازرسی دولتی اتومبیلی در ناحیه خراسان از جانب کارمندان دیگر بدعه برای ویران کردن قاعده های حرکت در را نگاه داشته می شود. اما او به کارمند بازرسی دولتی اتومبیلی اطاعت نکرده فرار کرده است. کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی در این باره با تلفن به همکسب خود در پاسگاه خراسان خبر دادند. کارمند پاسگاه به بین را میبراید تا راننده قانون شکن را منع کند، ولی او این دفعه هم اطاعت نمی کند و کارمند بدیه را پخش کرده باز از جای حادثه فرار می کند. حالا راننده این ماشین بازداشت گردیده در بازداشتگاه شعبه کارهای داخلی ناحیه خراسان قرار دارد. نسبت به راننده پرونده جنایتی باز شده تفتیشات ادامه دارد، خبر داده است سید مومن حسن‌زاده. اما این سخنگوی بازرسی دولتی اتومبیلی از نشر نام راننده بازداشت گردیده و دیگر تفصیلات حادثه خودداری کرده است. او گفت است که به کارمند بازرسی دولتی اتومبیلی که او را ماشین پخش کرد همکسبان و راهگذران کمک رسانیدند و حالا به سلامتی او خطر تهدید نمی کند. یادآور می شویم 7 نوامبر سال 2023 در شبکه‌های اجتماعی ویدیوی پخش شد که در آن لحظه از جانب ماشین با سرعت بلند پخش کردن کارمند بدعه دیده می شد. لحظه زیر چرخ ماشین ماندن کارمند بدعه به دوربین ویدیو کامرای نظارتی افتاده است. موردهای اطاعت نکردن به فرمان کارمندان بدعه در تاجیکستان زیاد مشاهده می شود، اما حالت کارمند بدعه را با ماشین پخش کردن رانندگان و از جای حادثه گریختن خیلی کم است.